برای درست کردن یه باستوق خوشمزه خونگی قبل از هر چیزی پودر ژلاتینمون رو با 1/4 لیوان آب مخلوط میکنیم. ببین مثل من آب رو کم کم بهش اضافه کنین تا به خورد پودر ژلاتینمون بره. بعد که کاملا پودر ژلاتین با آب حل شد، حالا میذاریم روی بخار کتری به صورت بنماری بشه، حل بشه. حالا نشاسته رو با شکر و 2 لیوان آب مخلوط میکنیم. هم میزنیم تا کاملا پودر شکرمون و نشاستمون تو آب حل بشه و بعد از صافی ردش میکنیم که تمام چیزایی که درشت موندن جدا بشن. حالا مایه‌مون رو روی شعله قرار میدیم و شعله‌مون باید کم باشه. هم میزنیم تا مایه‌مون جمع بشه و سفت بشه. حدوداً 1 رو 20 دقیقه میکشه که به این صورت در بیاد. بعد از اینکه کاملا جمع شد موادمون، حالا گلوکوز و پودر ژلاتین که به صورت بنماری شده و روغن مایه رو به موادمون اضافه میکنیم و دوباره رو شعله کم هم میزنیم. این بار حدوداً 1 ساعت باید به هم زدنمون ادامه بدیم تا موادمون جمع بشه و بوی خامی نشاسته گرفته بشه. ببین بعد از 1 ساعت به این صورت در میاد، نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت. حالا موادمون رو توی یه ظرف میریزیم، یه ربعی میذاریم که از حرارت بیفته و نیم ساعت 40 دقیقه داخل یخچال میذاریم که خودشو بگیره یه خورده. حالا به اندازه دلخواه گرد میکنیم و روش گردو میذاریم و توی پودر نارگیل میغلطونیم. همینجوری خوشمزه و خوشگل در میاد. درست کنید و نوش جان کنید.